منتخب تاجیکستان بازی پنجم دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2026 در گروه جی را بر مقابل تیم ملی فوتبال اردن در سفر انجام داد. این واخوری در ورزشگاه بین المللی عمان برگزار شده با حساب کلان به سود صاحبان میدان به انجام رسید. یادآور می‌شویم که تیم ملی فوتبال اردن فینالیست جام آسیا محسوب یافته یکی از دسته‌های قوی در قاره آسیا به حساب می‌رود و با وجود آن منتخب تاجیکستان در دقیقه‌های اول میدانداری بسیار هم فعال بودند و قسمت اول واخوری پورا با برتری کامل ملی پوشان کشور ما به انجام رسید و خصوص در دقیقه 20 میدانداری فوتبالبازان تاجیک می‌توانستند توپ را وارد توری دروازه رقیبان بسازند، اما پرویزجان عمربایف ضربه آخرین را درست اجرا کرده نتوانست. در دقیقه 26 میدانداری صاحبان میدان نیز امکان خوبی گلزنی را به میان گذاشتند، اما محافظتگر منتخب تاجیکستان نگذاشت که توپ وارد توری دروازه بشود و همین گونه حساب به تغییر باقی ماند. در دقیقه 29 رقابت حمله‌گر مرکزی تیم ملی تاجیکستان رستم سویروف حالت 100% گلزنی را اجرا کرده نتوانست، در حالتی که با دروازه‌بان تیم ملی فوتبال اردن 1-1 برآمد، اما ضربه او از جانب دروازه‌بان تیم ملی اردن برگردانده شد. همزمان در کوشش دوم نیز حمدانی کمالوف نیز توپ را خواست وارد توری دروازه صاحبان میدان بسازد، ولی تلاش او نیز به نتیجه انجام یافت. با همین برتری کامل و امکانیت‌های زیادی گلزنی قسمت اول واخوری بدون زدن گل به انجام رسید. یک چند حالت‌های دیگری هم بودند که ملی پوشان کشور ما از آنها ثمرناک استفاده برده نتوانستند. در قسمت دوم رقابت فوتبالبازان منتخب اردن نظر به 45 دقیقه اول میدانداری کمی فعال شدند. در این حالت شیروانی محمدشایف نیز میتوانست توپ را وارد توری دروازه رقیبان بسازد، اما ضربه او نیز خطا بود. یک کابیناسیون عالی صاحبان میدان در دقیقه 51 رقابت نتیجه دلخواه به بار آورد. محافظتگران کشور ما علی آلوان را در مرکز جریمه‌گاه تنها گذاشتند و او از پرتافت همدستش استفاده کرد و توپ را وارد توری دروازه رستم یتیموف ساخت. باید بگوییم که دروازه‌بان تیم ملی کشور ما یک چند حالت‌های خطرناک را برطرف کرد. در دقیقه 68 رقابت یزن النعمت از هیئت دسته منتخب اردن مراتبه دوم تب مخلصان تاجیک را خیره کرد. اشتباه فوتبالبازان کناری تیم ملی کشور ما باعث شد تا مراتبه دوم توپ وارد توری دروازه رستم یتیموف بگردد. همین گونه در دقیقه 69 رقابت حساب 2-0 و سود صاحبان میدان شد. اما این آخری کار نبود. در حالی که فوتبالبازان تاجیک برای برابر کردن حساب به خط هجوم بیشتر توجه کردند، اما رقیبان از یک عکس هجوم استفاده کرده مراتبه سیوم توپ را وارد توری دروازه تیم ملی کشور ما ساختند. سمی صدح در دقیقه 4 اضافه نموده آخر رقابت نتیجه نهایی را در این واخوری گذاشت. همین گونه تاجیکستان بار اول با حساب کلان از اردن شکست خورد. یادآور می‌شویم که در دایره رقابت‌های انتخابی جام جهان در گروه جی منتخب‌های تاجیکستان و اردن در ورزشگاه مرکزی با نتیجه مساوی 1-1 بازی کرده بودند. همزمان در مرحله 8 نهایی جام آسیا باشد اردن با حساب 1-0 تاجیکستان را شکست داده بود. همکنون سومین دیدار و با حساب کلان به سود تیم ملی فوتبال اردن ختم شد. پس از این ناکامی منتخب تاجیکستان شانسی برآمدن به مرحله سوم انتخابی جام جهان 2026 را از دست داد و همکنون آمادگی میگیرد برای اشتراک در مرحله انتخابی جام آسیا. یادآور میشویم که فدراسیون فوتبال تاجیکستان به خاطر دستگیری تیم ملی کشور نزدیک 200 مخلص را از تاجیکستان به مکان برگزاری مسابقه توسط خطسیر چارتری به مکان برگزاری بازی سفربر گردانیده بود، اما این هم برای شاگردان شکلاتزه کمک کرده نتوانست. پس از انجام دور پنجم منتخب عربستان سعودی با کسب 13 امتیاز با وجود نتیجه رقابت دور نوبتی با دور سوم رقابت‌های انتخابی جام جهان راه یافت. همزمان اردن پس از غلبه بر تاجیکستان در دور سوم رقابت‌های انتخابی شرکت می‌ورزد. یادآور میشیم که در بازی آخری مرحله انتخابی منتخب‌های تاجیکستان و پاکستان در ورزشگاه مرکزی روز 11 ایون بازی خواهند کرد.